کارکنی مدل‌های با ifade رشته رو دوام میکنیم. در درسی گذشته همه ریشه‌های کوادراتیک برآمده. یک مثال درباره ریشه مثال کوبی دبریم. مثلا بگذار چی باشد؟ یک مدل اگر داشته باشیم 5 جمع در ریشه x جمع 3 و ریشه ما اگر کوبی باشد برابر 3. باید بر قاعده رو خاطر بیاریم. وقتی که شما این نمونه ریشه داشته باشین هم وقت ifade ریشه رو در یک طرف مونن. در مثال ما x جمع 3 در ریشه کوبی است و دیگر اعضا رو به طرف دیگر گیرین. مثلا در اینجا 5 است، اگر در دیگر گیریم چی میشد؟ 3 مینوس 5 مینوس 2 میشد. بعد ما باید از ریشه خلاص شیم. هر طرف رو این وقت ما باید کوبی گیریم. این با مینوس 2 یک جای آلوده کردم، یعنی مینوس 2 در کوب شود. وقتی که ما این رو میگیریم چی میشود؟ x جمع 3 برابر است به مینوس 8. از این میکنیم x برابر مینوس 11. هم وقت در آخر باید سنجش گذرانیم. سنجش وقتی میکنیم چی میشود؟ 5 جمع در مدل اساسی میمونیم مینوس 11 جمع 3 کوبی آیا برابر است به 3 یا نه. این چی میشد؟ مینوس 8 در ریشه کوبی مینوس 2 برابر میشد 5 جمع مینوس 2. چقدر ما میدونیم طرف چپ 3 است و طرف راست هم 3، یعنی جواب ما درست است. بیاین اکنون یک مثال کمتر مرکب‌تر ببریم با ریشه ها دو ریشه حتی. مثلا در اینجا چی باشد؟ x جمع 2 مینوس 4x جمع 8 برابر مینوس 3. در این شکلی که مدل میبینید ifade ریشه دو تا هست، هر دوشان در یک طرف جاگیر است و طرف دیگر مینوس 3 دارند. همه جایگیری جا به جا کرده شدن. اکنون ما باید که این ریشه کوادراتی هستند هر طرف رو کوادراتش رو باید گیریم. وقتی ما کوادرات میگیریم باید احتیاط شویم. وقتی کوادرات میگیریم باید ایونیت رو به خاطر بیاریم. مثلا مینوس a مینوس b در کوادرات به چی برابر بود؟ a کوادرات مینوس 2ab جمع b کوادرات. که وقتی ما این قوس رو کوادرات گرفتیم باید همین ایونیت رو استفاده بریم. وقتی ما کوادرات رو میگیریم یکم ifade x جمع 2 میشد مینوس 2 ضرب یکم x جمع 2 ضرب ریشه دویم 4x جمع 8 برابر بعد جمع 4x جمع 8. برای مثال ما کردم به قوس گیرم یکم و سیم ifade ریشه و کوادرات دیگر اختصار کردم که از اینجا میباید و ما ifade مبینه مینوس 2ab همش برابر چند میشد؟ 9 میشود. اکنون نگاه کنید ما کوادرات گرفتیم لیکن با ifade ریشه دار هست. با چیکار میکنیم؟ اگر با هم تکرار شود با ریشه ifade ریشه در یک طرف مونیم دیگر ifade همش رو به طرف دیگر گیریم، یعنی به طرف راست. وقتی ما این رو کار میکنیم مثلا بیاین یا با ساده کرده نمیسم این چی میشد؟ مینوس 2. ما میتونیم ریشه ها رو یک جای کنیم. از قاعده ریشه یک ifade این چه میشد؟ 4x کوادرات جمع 8x جمع 16x میشد جمع 16 برابر میشد. دیگر ifade رو اگر به طرف راست گیریم این میشد 9 مینوس x مینوس 2 مینوس 4x مینوس 8، یعنی برای فهمش در نویستم. بیاین ابراهیم این طرف راستش رو اگر ساده کنیم این به چی برابر میشه؟ 7 مینوس 1 میشود و مینوس 5x میشود. بعد چیکار میکنیم؟ از طرف چپ ما این داریم با هر طرف رو کوادرات میگیریم. با یک دیگر کوادرات میگیریم. این به چی برابر میشد؟ اکنون در اینجا مینوس 2 است این 4 میشد ضرب 4x کوادرات جمع 16x جمع 16 برابر میشد. این طرف رو اگر کوادراتش بگیریم این به چی برابر میشد؟ ما یک بار می‌نویسم جمع 10x جمع 25x کوادرات. اکنون بیاین قوس ها رو گشاییم. این چی میشد؟ 16x کوادرات جمع 64x جمع 64 باز همین 25 اگر با شکل درستش نویسیم جمع 1 میشد. اکنون همه ifade رو به یک طرف باید جمع کنیم. بیاین همش رو به طرف راست کنیم چون که میخوام که x کوادرات باید مثبت شود. این میشود 9x کوادرات، یعنی همش رو به طرف راست گرفتیم و 25x کوادرات مینوس 16 9x کوادرات میشه 10x مینوس 64 مینوس 54x میشود و اینجا مینوس 63 برابر 9. عددها خیلی مرکب هستند لیکن اینها در یک چی وای دارن.
چی دارن؟ این ضرب شونده عمومی دارن. این 9 هست. بیاین 9 رو از قوس بیرون گیرم. 9 ضرب x کوادرات چون بخوایم مدل کادریم آسان شد. مینوس 6x مینوس 7 برابر 0. اکنون 9 ضرب یک ایفاده برابر 0 این معنای اون رو دارد که همین ایفاده در این قوس باید 0 شود. x کوادرات مینوس 6x مینوس 7 یعنی 9 در اینجا یگان رولی کلام باز ندارد. یگان رول باز ندارد برای کارکنی مدلی ما. اکنون مدل ما ساده تر شد. x کوادرات مینوس 6 مینوس 7. اکنون من این رو با قوس جدا کرده میتونم. بیاین در اینجا دوام کنم. این میشه x مینوس 7 x جمع 1 برابر 0 از این x برابر 7 است یا x برابر مینوس 1. دو تا ریشه دارم. مدل ما تمام شد. کارکنی ما تمام شد. آخرین کاری که من موند به من این سنجش گذاروندم. سنجش وقتی که من میکنم ریشه ها رو باید مونم. بیاین x مینوس 1 در مدل اساسی x مینوس 1 رو میمونم. مدل اساسی من چی بود؟ در اینجا بود. به قوس البته. ریشه مینوس 1 جمع 2 مینوس 4 ضرب مینوس 1 جمع 8. آیا این برابر مینوس 3 است یا نه؟ باید این رو بینیم. یکم ریشه ای 1 می شود. دوم ریشه ای مینوس 2 می شود. مینوس 3 چه که میتونیم مینوس 1 برابر مینوس 3 نیست. این خطا است. در این شه ما پرابلم دارم. بیاین دومش رو هم سنجم. وقتی ما 7 رو میمونیم در ریشه جا کمتر جایی بیسودتی ندارم. بیاین یک بار نویسم. دیگر راه رو انتخاب کنم. برای ما مشتم چیکار کرده ایستادم. 7 رو میمونیم. یک بار نویسم. 9 می شود. مینوس 7 28 36 می شود. برابر مینوس 3 است یا نه؟ چه که میدونید 3 مینوس ریشه 9 3 است. شر مینوس 3 می شود. درست است. یعنی این ریشه من درست. چه که بودیده میتونه x من دو ریشه گفتم باید سنجش کنیم چون که مینوس 1 این ریشه زیادتی است. در کدام حالت اون باشه؟ چون که ما وقتی این مدل رو کنیم کوادرات میگیریم یا کوب میگیریم درجه میگیریم. البته این مدل ما مرکب تر میکند. ریشه های زیادتی دادنش ممکن است. برای اصلا ریشه های زیادتی کدامش هست یا نه ما در آخر باید هم وقت سنجش گذاریم.